کره شمالی کشوری منزوی است که به ظاهر از نظام مالی جهان جداست. اما موشک‌ها، برنامه هسته‌ای و نمایش‌های قدرت از کجا بودجه می‌گیرند؟ پاسخ روش‌های درآمدی مختلفی است که قرار همه روش‌ها رو نام ببریم و توضیح بدیم. شهر پیونگیانگ پایتخت و بزرگترین شهر کره شمالی محسوب می‌شود. اگر از دور نگاه کنی، پیونگیانگ شهری منظم، نمادی از اقتدار و رژه‌های نظامی است. اما پشت این نمایه میلیون‌ها نفر با کمبود کالا و درآمد روبرو هستند. در کره شمالی اقتصاد رسمی بسیار محدود است. اقتصاد واقعی در زیر سطح جریان دارد و برای فهمیدن آن باید از آمارهای رسمی عبور کنیم و به سراغ الگوهای پنهان برویم. در گذشته کره شمالی درآمدش را از طریق صادرات زغالسنگ، منسوجات و برخی مواد معدنی به چین به دست می آورده. اما تحریم‌ها در دهه‌های اخیر این مسیرها را تنگ کرده و بخش رسمی اقتصاد را تضعیف نمود. در نتیجه کره شمالی ناچار شد روش‌های جایگزینی برای کسب درآمد پیدا کند، حتی اگر این روش‌ها غیرقانونی و غیر رسمی باشند. این جایگزین‌ها شامل موارد زیر می شود: قاچاق و حمل و نقل دریایی، نیروی کار ارسالی، هک و سرقت رمز ارز، جعل ارز، تجارت مواد مخدر. اینها همون روش‌هاییه که قراره در موردشون صحبت کنیم. روش اول، قاچاق دریایی و دور زدن تحریم‌ها. یکی از سازوکارهای اصلی قاچاق دریاییه. در این روش کشتی‌های کره شمالی با پرچم‌های جعلی کشورهای دیگه از چین و روسیه نفت و سوخت دریافت می‌کنن و در ازای اون زغال سنگ یا مواد معدنی صادر می‌کنن. این انتقال‌ها اغلب در آب‌های بین‌المللی، در تاریکی و با تغییر نام کشتی انجام میشن. روشی که مدیریت دولتی و شرکت‌های پوششی اون رو آسون می‌کنن. این جریان نقدینگی لازم رو برای دولت و شبکه‌های موازیش فراهم می‌کنه. روش دوم، نیروی کار ارسالی. در این روش دولت کره شمالی هزاران کارگر رو به روسیه، چین و حتی کشورهای خاورمیانه میفرسته. دستمزدشون به حسابای تحت کنترل دولت واریز میشه. این سازوکار جریان ثابت ارز خارجی برای پیونگیانگ ایجاد میکنه، به ویژه وقتی شرکت‌های میزبان ناچار میشن نیروی ارزون کره شمالی رو بپذیرن. روش سوم، جعل ارز. در این روش دولت کره شمالی دست به چاپ اسکناس تقلبی میزند. یکی از روش‌های غیر رسمی و جنجالی درآمد جعل اسکناس‌های دلار آمریکاست. این روش معروف به سوپر دلار است. سوپر دلار به معنی چاپ اسکناس‌های تقلبی 100 دلاری آمریکا می باشد. اتهامات طولانی مدتی هست که این اسکناس‌های تقلبی با کیفیت به دست شبکه‌هایی می‌افتد که با نهادهای دولتی مرتبط بودند. دستگاه‌های بین‌المللی و سازمان‌های نظارتی از دهه‌ها پیش بر سر این پول‌های جعلی تحقیق کردند. برخی گزارش‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی ارتباطاتی را با نهادهای کره شمالی و ساختارهای ویژه‌ای مانند اتاق 39 مطرح کردند. این روش برای کره شمالی دو مزیت دارد. مزیت اول، تزریق نقدینگی ارزی بدون نیاز به سازوکارهای بانکی بین‌المللی است. مزیت دوم، تبدیل اسکناس‌ها به کالا یا سرمایه‌ای برای پروژه‌های نظامی است. اما ریسک بسیار بالاست، چرا که کشف آن می‌تواند منجر به تحریم‌های بیشتر و بسته شدن درهای سیاسی شود. روش چهارم، تجارت مواد مخدر. بخش دیگر تاریک درآمد تجارت و تولید مواد مخدر است. اسناد و تحقیق‌های متعدد نشان دادند که کره شمالی در دوره‌هایی به تولید و صدور هروئین، اپیوم و مخصوصاً پیشماده‌های تولید متامفتامین متهم شده است. برخی تحقیقات می‌گویند که نهادهای وابسته به رژیم از این مسیر برای جذب ارز خارجی استفاده کردند.
این فعالیت‌ها غالباً از طریق شبکه‌های پنهان، بانک‌های پوششی و واسطه‌های خارجی انجام شده و در برخی گزارش‌ها به نقش اتاق 39 در سازماندهی و مدیریت این منافع اشاره شده است. شاید براتون سوال شده باشه که اتاق 39 چیه؟ اتاق 39 یک دفتر مخفی برای جمهوری دموکراتیک خلق کره است که به کره شمالی در پولشویی و کارهای غیرقانونی کمک می‌کند. روش پنجم، هک و سرقت رمز ارز. در دهه اخیر کره شمالی بخش عمده‌ای از منابع جدید را از طریق عملیات سایبری به دست آورده است. گروه‌هایی مثل لزاروس بارها صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمز ارز را هدف قرار دادند و طبق گزارش‌های بین‌المللی در سالهای اخیر میلیاردها دلار رمز ارز به سرقت رفته است. این گروه از طریق شبکه‌های پیچیده‌ای از کیف پول‌ها و تبدیل‌ها شسته و به شکل‌های قابل استفاده برای رژیم تبدیل می‌شوند. گزارش‌های سازمان ملل و تحقیق‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در 2022 کره شمالی رکوردی از سرقت رمز ارز ثبت کرد و مقدارها به مراتب بالا در مقیاس صدها میلیون تا میلیاردها دلار رسیدند. این منابع به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حمایت از برنامه‌های نظامی این کشور هزینه می‌شوند. همه این منابع درآمدی نیاز به تبدیل شدن به پول قابل خرج دارند. اینجا بانک‌های پوششی، شرکت‌های سوری و واسطه‌های مالی وارد عمل میشن. حتی وقتی نام کشورها ذکر نشه، حساب‌هایی در بانک‌های کوچیک یا مؤسسات مالی منطقه‌ای باز میشه، پول جابجا میشه و کالا خریده یا قرارداد بسته میشه. برخی پرونده‌های مشهور نشون دادن که بانک‌ها و مشاوران مالی تحت فشار و تهدید قرار گرفتن یا به اشتباه در زنجیره شستشوی پول افتادن. حالا که منابع رو شناختیم، نوبت به تبعات میرسه. پول به پروژه‌های نمایشی و نظامی میره، اما مردم عادی تو بازار سیاه برای غذا و کالا میجنگن. بازارهای محلی غیررسمی و شبکه‌های قاچاق کوچیک اکسیژن اقتصادی مردمن. این وضعیت یه تناقض اجتماعی ایجاد میکنه. این تناقض اینگونه است که رژیم ثروت و قدرت بیرونی رو حفظ میکنه، اما شهروندان هزینه بقا رو میپردازند. کره شمالی از ترکیبی از روش‌های رسمی و غیر رسمی پول در میاره، شامل قاچاق و تجارت پنهان، نیروی کار ارسالی، هک و سرقت رمز ارز، جعل ارز در سطح بالا و تجارت مواد مخدر. این لیست تصویر یک نظام بقاگره رو نشون میده. نظامی که برای زنده موندن در فضای تحریم قوانین خودش رو شکسته و از تمام راه‌های ممکن بهره میبره. وقتی یه حکومت امنیت و اقتدار رو به جای رفاه اولویت قرار میده، منابع کشور ممکنه به سمت حفظ این اقتدار هدایت بشه و بهبود رفاه عمومی رو نادیده بگیره. گاهی انسان‌هایی هستن که درست مانند کره شمالی ذهنیتشون بقاست، نه رشد. این انسان‌ها معمولاً پیشرفت چشمگیری نمی‌کنن و از لحاظ مالی شکوفا نمیشن. به نظرتون کره شمالی با این روند تا کی دوام میاره؟